آقا سلام علیکم به بچه کال اف دیوتی موبایل. آقا من اکتیوم، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی از چنل اکتیو وایتی یا کلا اکتیو. آقا من تو این چنل قرار فعالیت میکنم و امیدوارم که تو این چنل کلی حمایت دریافت کنم از سمت شما، کلی انرژی از سمت شما بیاد و حمایت بشه. آقا اینم گیم پلی از ما، همه دوست داشتیم، خوشتون اومد از مدل بازی، سبک بازی. یه موبایل پلیرم، اول از همه اینو بهتون بگم بچه‌ها، یه موبایل پلیرم و دوست دارم که کارم بگیره تو یوتیوب و بازی ما حالا بدک نیست، ادعایی نداریم. امیدوارم که آقا حمایت کنید. حالا بچه‌ها اینجا من با یه یار رندوم دوئل زدم، یعنی اینجا با یه یار رندوم دوئل زدم. این داستانا بازیش هم بد نبود، حقیقتا بازی خوبی داد. اولین دستم بود، میخواستم گرم کنم و آقا امیدوارم که البته اینم بچه ها بگم که این ویدیو چند روز مونده به سیزن جدید گرفته شده و سیزن در واقع همون کشتی کج خودمون. و بچه ها اینجا لفت داد یارم، 4-0 هم عقب افتاده بود. میگم یارم چیز ازش جلو افتادم، لفت داد. حالا بچه ها برید سر احسا. اینجا هم بعدن لفت داد این داستانا، مایکش هم باز نکرد. خب بالاخره ما بردیم دیگه. آقا امیدوارم که حمایت بشم تو این راه و بازی من بد نیست و حالا به مرور زمان حالا ویدیو رو ببینید و شما بدونید که بازیم چطوره. اینجا هم رفتم رنگ استارت کردم که یه زنم رنگ بازی کنیم. هارت پوینت استارت کردم. من زیاد بچه هارت پوینت پلی نمیدم، چون بیشتر سرچ پلی میدم، تیم دد مچ بازی میکنم. هارت پوینت هم بازی میکنم ولی چون خیلی سخته با یه اسکواد درایا میخوایم، خب تکی نمیشه زیاد هارت پوینت با یار رندوم پلی نمیشه کلا، مخصوصا واسه لیدر بورد و رنگ ها. و دیگه بچه اینجوری امیدوارم که از مدل بازیم راضی باشید. بچه اکانت همچین خفنی هم ندارم، یه موبایل پلیر ساده 4 انگشتی بازی میکنم و امیدوارم که از این ویدیو حالا کامنت های خوب پر انرژی بذارید، لایک کنید این ویدیو رو و ویدیو رو لایک کنید، بهم انرژی میدید، نیازی به چیزی ندارم. همین که ویدیو رو نگاه میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید، با خودش کلی انرژی مثبت سمت من میده واسه ادامه دادن و کلی ویدیو. حالا نمیخوام چوسناله کنم، دیوایس هم ضعیفه، نمیدونم فلان و اینا، ولی حالا علاوه بر این داستانا حالا دوست داشتید ازم سوال بپرسید و من یه ویدیو کلی راجع به کلا کال اف دیوتی موبایل و دیوایس این داستانا و راجع به خودم و این داستانا براتون میسازم. حالا بریم سر رسم اصول. این ویدیو رو همینطوری گرفتم، گفتم که اولین ویدیو چنل باشه، خیلی قشنگ‌تره این ویدیو معرفی باشه. گفتم خیلی قشنگ‌تره مثلا همینطوری بخوای وایسامو بگیرم و این داستانا. امیدوارم که باز از مدل بازی و سبک بازی خوشتون بیاد، لایک کنید. حالا مثل قبل من نمیخوام چوسنال کنم، با اینکه بخوام چوسنال کنم واقعا چوسنال‌های زیادی میتونم بکنم چون دیوایس همچین قوی ندارم این داستانا، ولی حالا مهم سطح بازی و سبک بازی و قدرت نمایش بازی و این داستانا زیاد. دیوایس و این چیزا زیاد اهمیتی نداره. پلیر اگه واقعا پلیر باشه با دیوایس ضعیف هم میتونه تا حد زیادی خوب بازی کنه و خودش رو نشون بده تو همون سطح خودش بهترین میتونه باشه. و بچه ها دولای زیادی زدم، دول پلیرم، رنگ کاپ هم میکنم و اینکه دیگه بچه ها اگر راجع خودم و این داستان ها کلن خواستید هر سال ایده داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید و اگه کاری چیزی داشتید میتونید به پیج اینستاگرام و تلگرام هم پیام بدید، حتما جوابتون میدم. و امیدوارم که این ویدیو
حالا نمیگم بهترین ویدیو، ولی یه ویدیو خوبی باشه، یا ویدیو معرفی تقریبا خوبی باشه که شما منو بشناسید، من شما رو بشناسم و ببینم داستان از چه قراره. اینجا من وایستادم، داشتن تیر میزدن، ندیدم. اوه یارو با کلاس اومد منو زد. قشنگم. من یه دستم ایلوزی بود چه هم شد. به نظرم نیزه دایمند. آقا امیدوارم که واقعا حمایت بشم. حمایت کنید، لایک کنید، انرژی بدید بهم. حالا نگاه کن خدایا چجوری منو رنده میکنن، نگاه کن چون نوبم. دیگه بچه ها این ویدیو هم مثلا شاید بگید چقدر چرت و پرت میگی، اصلا دیالوگ و این داستان آماده نکردم، همینجوری اومدم برای اولین ویدیو همینجوری باهاتون حرف بزنم و اصلا دیالوگ و این داستان ها ندارم، ننوشتم رو کاغذ بیام جلو دوربین بخونم. و وایس لایو هم نیست، این الان دارم حرف میزنم. مچ شده با گیم پلیر صدام و دیگه حرفی نمیمونه دیگه. بچه ها اگر همونجوری گفتم ایده چیزی داشتید حتما توی کامنت بنویسید دیگه. بچه ها همین دیگه، قرار کلی دوئلای خفن از کلی رنگ اپ کنم، رنگ اپ هم بزنم، از دوئل هم بزنم و کلا هم بازی بزنم. آقا اگرم یه سری توی گفته بودید که چیز بذار، لودت بذار. اگه لودت هم میخواید، لودت اسنایپ هم این داستان ها، لودت مخصوص دوئل و این داستان ها، چندین لودت دارم. حتما توی کامنت برام بنویسید یه ویدیو مخصوص واسه لودت بسازم، گانای برتری که خودم دوستشون دارم و خودم استفاده میکنم توی دوئلا، رنگ ها و کلا این داستان ها. دیگه حرفی نمیمونه. عشق منید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ستونام تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. گود بای، بای بای.